با سلام به همه دوستان عزیز. امروزی که دیگر روش‌های دیاکتیو کردن آیدی یاهو رو بهتون آموزش میدم که توسط اکانت‌های جیمیل، هاتمیل و شما حتی میتونید از آیدی‌های @راجرز و @ATT هم استفاده کنید. اینجا من جیمیل رو انتخاب کردم. برای این کار شما به یک سایت فیکمیل یا اینکه یک برنامه فیکمیل احتیاج دارید و یک متن لاتاری خوب. برای مثال میخوایم این آیدی دیاکتیو کنیم. حسین فایتر ادسان یادت کنم. اینجا آیدی که میخوایم دیاکتیو کنیم میذاریم. اینجا آیدی که میخوایم باش میل رو سند کنیم خب اینجا فیک میلمون سند شده. حالا وارد ایمیل جیمیلمون میشیم. ایمیلمون اومده. خب اینجا ما تعداد زیادی ایمیل های واسه ریپورت یاهو رو داریم. کل این مطلباتی که اومده فوروارد میکنیم و تمام ایمیل ها رو اینجا میذاریم و اینو به همهشون سند میکنیم. سند شد. بعد چند دقیقه جواب تک تکشون دونه دونه میاد و جواب نهایی بعد 48 ساعت الی 72 ساعت نهایتا به همین ایمیل جیمیلتون ارسال میشه. امیدوارم مفید بوده باشه. به امید روزی که هیچ دیاکتیوی دیگه توی یاهو وجود نداشته باشه. با تشکر حسین فایتر. بدرود.